حالا به ما اطلاع دادن چون ما با یونایتد میخوایم بریم. بله. گفتن یک چمدون بیشتر نمیذارم. سابق 2 تا چمدون یا 2 تا چمدون وزن 50 هر کدوم میدونم، ولی حالا میگن یه دونه یونایتد. گفت اون یکی رو واسه چیزش بدیم. بخاطر شما جلوی ما با دلتا رفتیم، همون یه دونه هم از ما علاهده چیز گرفتش. بله. نه حالا میگم اونایی که میتونید با دست ببرید تو هواپیما آزادی، ولی این که باید ببرن بزن تو هواپیما. بله حالا از این چیزا داریم که چرخ میکشن میبرن. ولی خب یعنی یک کیف معمولی دارم، یکی از اینا که چرخ اینو میبرن تو هواپیما. آخه این دفعه ما می‌خواستیم بریم سنخوزه خواهرون ببینیم، $25 برای چمدون اون گرفت که ببرتیم. میگم عرض میکنم میگن یکی بیشتر نمیشه. نه یکی اما یه دونه بود، منطقه بزرگ بود نمیتونستم تون تاخچه‌ایست. بله الان داخلی هم اگه ساعتوست که شما پول ندادیم برای ساکتون. نه ساعتوست نواشته پول میگیره، هر ایرلاین دیگه پول میگیره. امریکن ایرلاین بودی؟ بله. یا یو اس سرویس هر چی دیگه $25 یو اس سرویس $35. بله خوب هستم، شما خوب هستین؟ بله. ندا خانم گفتن که شما زیاد شکر نمیخورید در جهان. من چون دیابت دارم اینکه زیاد شکر نمیخورم. البته مسئله دیابت منم احساس میکنم که دیابت دارم. مثلا اینه که اصلا نه قند میخورم نه شکر میخورم. آره ولی میگن صحبتش خیلی زیاده که دیابت رو دارن معالجه میکنن. بله من چندین دفعه شنفتم از در اینجا در همین جا میکنن، در جای دیگه هم میکنن. دیابت که دارن معالجه میکنن، اینجا یه آقای هست میاد تلویزیون ایرانی ها صحبت میکنه، یه کانالی هست کانال دکتر مظاهری بهش دیدار میگه، تلویزیون دیدار. ما خودتون داشته باشیم این میگه ما اینو با قرص خوب میکنیم. یعنی میگه که بیماری های مختلف به وجود میاد، این بیماری ها رو تا به حال یه روشی به وجود اومده به نام میگن از سلول های بنیادی استفاده میکنیم. متوجه هستید؟ بله. میگه تا حالا هر چی که معالجه کردن درست نبوده. معالجه درست باید بر مبنای سلول های بنیادی باشه. همون قرصایی که اون شب چیز میداده. آره. فرید میداد. من البته رفتم لس آنجلس گرفتم از اونا. چند؟